اما ادامه خبرها، پنل‌های خورشیدی بر بام منازل راهی برای تولید برق ارزانه. این روزها که مصرف برق در کشور به شدت در حال افزایشه، اهمیت استفاده از راه‌های جایگزین تولید برق بیشتر خودشو نشون میده. راه ساده و در دسترس اون استفاده از پنل‌هایی است که انرژی خود را از منبع ارزان و تمام نشدنی خورشید میگیرند. سلام قربان. آقای طاهری یکی از 4,700,000 مشترک برق تهران. باید بریم طبقه بالا. او از یک ایده میگوید. با مراجعه به اداره برق منطقه متوجه شدیم که میتونیم یه همچین طرحی پیاده کنیم و ظرف یک هفته این طرح پیاده شد. بهار 93 بود که وزارت نیرو از طرحی خبر داد و البته ارائه تسهیلاتی برای تولید برق از پنل‌های خورشیدی. آرزو داریم که بتوانیم در آینده نچندان دور بر فراز بام بسیاری از منازل در ایران سلولهای خورشیدی رو مشاهده بکنیم. حالا 3 سال است که کلید این کار زده شده. الان 490 تولید کننده برق تجدیدپذیر در سراسر کشور وجود دارن که ما از اونها برقشون رو خریداری میکنیم. سالی 300 روز 90% سرزمین پهناورمان مهمان انوار طلایی رنگ خورشید است. در سطح شهر تهران 4200 وات بر متر مربع ما داریم گرما میگیریم. ظرفیت اسمی تولید برق ما 76000 مگاوات است. سوخت 95% آن فسیلی است. مجلس اما تکلیف کرده که تا سال 1400 5000 مگاوات از برق مصرفی ما ایرانیان از طریق همین سلول‌های خورشیدی تولید شود. این همه پشت بوم‌های بلا استفاده‌ای که در سطح شهرها وجود داره میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای نصب سامانه‌های خورشیدی فوتوولتائیک. به ازای هر کیلووات برقی که مصرف می‌کنیم حدود 80 تومان پرداخت می‌کنیم، در حالی که برق تولیدی ما را وزارت نیرو 10 برابر بیشتر یعنی 800 تومان می‌خره. هر کسی از این سیستم‌ها برای خودش نصب بکنه به طور متوسط هر 5 کیلووات چیزی در حدود 600 تا 700 هزار تومان در ماه برای او درآمدزایی ایجاد می‌کنه. علت روی آوردن به این شیوه تولید برق هم مزایای آن است، مثل بی‌نیازی به مصرف سوخت و حتی آب، همینطور استهلاک کم و عمر بالا و بدون ایجاد آلودگی. این نیروگاه پراکنده نصب میشه و این پراکندگیش خودش جزو یکی از مزیتاشه که تلفات الکتریکی که رو شبکه هست خیلی کم میشه. مشاوره انتخاب تجهیزات، مشخصات تجهیزات و در هر صورت انتخاب پیمانکار به صورت رایگان مشاوره میدیم. نصب هر نیروگاه کوچکی 1 کیلوواتی حدود 5 میلیون تومان هزینه دارد. ظرف 4 سال قطعا سرمایه شما برگشت خورده. بعد 16 سال میتونید فقط برق بفروشید. و 16 سال شما 16 سال قطعی پول برق فقط میگیره. نصب این نیروگاه‌های کوچک بر بام منازل ما این روزها توجیه پذیرتر از هر زمان دیگر است. منابع تولید انرژی‌های تجدیدپذیری که در ایام اوج مصرف و قطعی شبکه انتقال و توزیع بیشتر آثارش نمایان می‌شود. حالا می‌توانیم به سهولت آسایشمان را از سفره پربرکت آفتاب هدیه بگیریم. این روزها بیشتر از همیشه قدر خورشید، این همسایه پرنعمت خداوندی را می‌دانیم. علیرضا بای، خبرگزاری صدا و سیما.